امروز صحبتم در مورد برکت خانه و زندگی و سرپوش خانه هست. در مورد پدر امروز میخواهم کلمات مختصری را داشته باشم. اگر پدرت زنده هست وجودش را غنیمت بشمار. پدر همان کسی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش میفرمایند الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. پدر در میانه ترین وسط ترین دروازه بهشت است. تو اختیار دارید یا او را حفاظت کن و نگه دار و یا اینکه ترکش کن و رهایش کن و ضایعش کن. او رنجهایی را تحمل کرده است تا لقمه نانی را برایت برساند. هم و غمش و پریشانیش شما بوده اید. او رنج و مشقتش و زحمتش برای تو است که لقمه نانی را به دست بیاورد. او همه تلاشش به خاطر تو است. او حتی قرض می کند به خاطر تو قرض می کند. او عرق می ریزاند. همه اینها برای اولاد است و برای این خانه است. بدان که پدرت تو را دوست دارد. تو چه می دانید که از غمگین شدن شما او غمگین می شود؟ شاید تا الان چند مرتبه از خانه برآمده باشید. هنگام برآمدن از خانه و هنگام سوار شدن در موتر، هنگام سوار شدن بر بالای موتورسیکل، هنگام سوار شدن بر بالای بایسیکل، چند مرتبه شاید پدرتان گفته باشد بچه احتیاط کن. ببین که او نگران است برای تو. ببین که او برای تو پریشان است. او پدر است که آرزو می کند که تو بهترین باشید. هیچ کس نمیخواد کسی دیگر از او بهتر باشد. والله پدر میخواهد که فرزند از او بهتر باشد. او کلان خانواده است. پدر دائم برای فرزندانش پریشان است. او دائم از آینده اولادش نگران است. واقعا پدر جان است. پدر جان است. پدر و عزیزتر از جان است. امروز در مورد کسی گپ میزنم که خودم محروم هستم از وجودش. ای جوان، وجود پدرت را غنیمت بشمار که روزی خواهد آمد که دیگر او را نخواهید دید و آرزو میکنید که کاش که یک بار صدای پدرت را میشنیدید، کاش که لحظاتی را با او نشستید. آرزو میکنید که کاش که پدر جانت را یک بار به خواب میدیدید. و الان پدر در خانه هست همراه شما. والله که آرزو خواهید کرد که کاش که پدرم در خوابم می آمد یک بار، کاش که مادرم یک بار در خواب می دیدم. آرزوی دیدنش را به خواب دارید. والله هیچ پشیمانی مانند آن پشیمانی نخواهد بود که پدر یا مادرت را در قبر بمانید و او لحظه افسوس و حسرت آغاز می شود. لحظه افسوس، لحظه حسرت آغاز می شود. لحظه ای که پدرت را در قبر می مانید. چون آن دو پدر و مادر دروازه‌ای بودند از سوی بهشت که در خانه تو باز شده بود و الان این دروازه بسته شد. الان این دروازه بسته شد. دروازه‌ای که منتهی می شد به بهشت، به جنت. او دروازه مادر است. او دروازه پدر است. و یکی از آنها را که از دست می دهید معنایش این است که یکی از این دروازه ها بسته شد. توصیه می کنم تا زمانی که پدر و مادر زنده باشند از این دو دروازه جوانان خود را به بهشت برسانید. فرمود رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. سبحان الله. رضایت پروردگار چه کسی میگوید؟ محمد رسول الله. رضایت پروردگار در رضایت پدر است. خشم پروردگار در خشم پدر است. در مورد پدرتان از خدا بترسید. با خبر بترس از آن وقت که پدرت در حالی از دنیا برود که از تو ناراض باشد، از اینکه چشمان پدرت پر از اشک شود به خاطر رفتارت، به خاطر گفتارت، به خاطر حرکات ناملائم و ناشایسته توی فرزند. بدان ای اولاد، بدان ای فرزند، هنگامی که صدایت را بر بالای پدرت بلند می کنید در واقع او را کشتید بدون چاقو. فرمود ان حضرت صلی الله علیه و سلم لعن الله من لعن والده. لعنت خدا باد بر کسی که پدرش را لعنت بکند. در مقابل پدرت ادب داشته باش.
حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روزی از روزها دو نفر را دیدن که راه میرفتنی. ظاهرا یکی کلانتر بود، یکی خردتر به نظر میرسید. از یکی از آنها پرسان کرد که این با شما چه نسبتی دارد؟ او فرمود هذا ابی، این پدر من هست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سه توصیه می کند. فرمود وقتی که پدرت هست فلا تمشی امامه، پس از پیش روی او حرکت نکن، پیشا پیش او راه نرو. دوم اینکه ولا تجلس قبله، قبل از پدرت منشین تا پدرت ننشسته باشد. سوم ولا تخاطبه باسمه، نام پدرت را به زبان نیاور.